مخلصه نرزیeva ختمکننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 نوحه بابوجان غفورов است. وی بار اول در روز درهای گشاد مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفورov اشتراک کرد. میگوید که برگزاری این گونه چاره‌بینی ها برای ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی خوب بوده. آنها می توانند پیش از داخل شوی به دانشگاه ها از فعالیت و امکانات های آن با خبر شوند. مخلصه در روز درهای گشاد با مسئولین بیشتری فاکولتت های دانشگاه آشنا گردیده با استادان از نزدیک صحبت نمود. پس از شناسایی تصمیم گرفت که آینده به مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفورov داخل گردد. و به من خیلی این دانشگاه پسند آمد. معلمان دقت خوانندگان رو خیلی به خود جلب نمودند. فنهای عجیبی داشتند، مثلا فرانسوزی، نیمتسکی، عربسکی. این فنها خیلی هم به من پسند آمد و از این همه خرسند شدیم. مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفورov روز درهای گشاد تشکیل نمود. در این روز ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند و نوحه بابوجان غفورov اشتراک نمودند. در آن اجرا کننده وظیفه رکتور عبدالفتاح رحیمov، استادان و دانشجویان دانشگاه اشتراک نموده عاید فعالیت و اختصاص‌های جای داشته به ختم کنندگان معلومات دادند. تاکید کرده شد که مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفورov محض در دوران صاحب استقلالی کشور به مرحله صفتاً نوی پیشرفت و موفقیت ها رسیده در تامین متخصصان بلند اختصاص سهم خود را می‌گذارد. پیوسته برای دانشجویان دانش، مهارت، ملکه و سطح بلند معرفت‌ناکیشان به سهم ارزنده خود را می‌گذارند. ختم کنندگان از دستاوردهای استادان و دانشجویان دانشگاه معلومات مفصل پیدا کردند. هدف از تشکیل روز درهای گشاد در دانشگاه این شناس نمودن خوانندگان با فعالیت دانشگاه و از نزدیک صحبت نمودن با استادان و دانشجویان این دانشگاه می باشد. گزارش سرور همدم، فرزانه شمسیه و نسیم جان رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.